سلام عرض ادب دارم خدمت هوادارهای عزیز سپاهان. خیلی خوشحالم که دوباره تونستم 2 سال در خدمت شما باشم. امیدوارم که مثمر ثمر باشم و اینکه بتونیم اتفاقات خوبی و رقم بزنیم در تیم سپاهان بزرگ. و اینکه من 1 ماه قبل با آقای یوسف زاده عزیز به تفاهم رسیده بودیم و اینکه الان هم اومدیم و کارها رو انجام دادیم و اینکه خیلی خوشحالم. دوستتون دارم. به امید دیدار. شروع میلاد زکی‌پور پشت توپ. میلاد زکی‌پور کورنر تیر یک خطرناک توی دروازه. زکی‌پور میزنه مستقیم به سمت چارچوب و برای دومین بار دروازه گلگهر تیرجان رو باز میکنه میلاد زکی‌پور. زکی‌پور فقط پشت توپ ایستاد، حالا میزنه به قصد چارچوب و گل. چارچوب و گل، سپاهان و گل اول. مدافعین پرسپولیس دور میکنن، ارسال، یه ضربه سر، یک موقعیت در بازگشت توی دروازه. گل سوم برای تیم سپاهان به ثمر میرسه. حرکت میکنه، توپ رو ارسال میکنه به محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه گلگهر تیرجان باز میشه. اینجا میلاد زکی‌پور